بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الموحدين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در 14مین حلقه از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطه رحمه الله تعالی هستیم. تا اثر 161 خوانده بودیم. آثاری که امروز میخوانیم از اثر 162 است. ابن مبارک رحمه الله میفرماید: من تعاطى الكلام تزندق. کسی که علم کلام بیاموزه و علم کلام عادت پیدا بکنه، انسان زندیق میشه. علم کلام علم فلسفه میباشه، علم منطق است. علمی است که کل چیز بر اساس عقل میشه. هر چیزی که عقلشان قبول نکرد نمیپذیرن، قبول نمیکنن. چنانچه صفات الله سبحانه و تعالی را انکار میکنن به حجت از اینکه عقلشان قبول نمیکنن. صفات الله را میارن، آیات قرآن را میارن، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میارن، با عقلشان در ترازو میکنن. اگر عقلشان پذیرفت، قابل قبول بود، قبول میکنه، و الا او طرف میپرتن. و چنانچه امروز در زمان ما کسایی هستن که منکرین احادیث می باشن، منکرین احادیث هستن، احادیث انکار میکنن. چرا انکار میکنن؟ به خاطر که مخالف عقلشان میشه. گاهی وقت به خاطر مخالف عقل فاسدشان، عقل نجس کثافتشان میشه، از خاطر احادیث قبول نمیکنن، احادیث رد میکنن. و عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله تعالی که استاد ائمه می باشه، استاد امام احمد است، میفرماید: من طلب الكلام فآخر امره الزندقه. کسی که علم کلام بیاموزه، علم فلسفه و منطق اینا را بیاموزه، آخرش است که زندیق میشه. و در کتاب ذم الکلام از امام مالک رحمه الله نقل است، میگه: من طلب الدین بالکلام تزندق. کسی که دین با علم و کلام کس طلب بکنه، انسان زندیق میشه. و در کتاب ابانة الکبری از امام احمد رحمه الله میگه: صاحب الکلام لا یفلح. صاحب کلام هرگز رستگار نمیشه. من طاعت الکلام لم یخل من ان یتجهم. کسی که علم کلام میآموزه، یعنی با علم کلام خود عادت میته، جهمی شدن از این غیر ممکن نیست. یعنی جهمی شدنش غیر ممکن نیست، انسان جهمی میشه، صفات الله را انکار میکنه. و ابن مبارک رحمه الله میفرماید: ان لله ملائکه یطلبون حلق الذکر فانظر مع من یکون مجلسک. میفرماید که بر الله سبحانه و تعالی ملائکه هست. الله تعالی ملائکه داره که دنبال حلقات ذکر میشن، جستجو میکنن که حلقات ذکر کجاست، اونجا اشتراک میکنن. میفرماید: فانظر مع من یکون مجلسک. ببین که نشست تو با کی هست، با چه کسایی می نشینی. لا یکن مع صاحب بدعه. هوش کده باشی که نشست تو، مجلس تو با اهل بدعت نباشه. فإن الله لا ينظر الیهم. زیرا الله سبحانه و تعالی با اونها نگاه نمیکنه. و علامة النفاق، و نشانه نفاق چی است؟ ان یقوم الرجل و یقعد مع صاحب بدعه. علامه نفاق یک شخصی است که با یک بدعتی که از بنشینه بخیزه. این علامه نفاقش می باشه. بر منافقت یک شخص همین قدر کفایت میکنه که با اهل بدعت بخیزه و بنشینه. و در کتاب الابانة الکبری و در کتاب لالکایی همین قول که از فضیل بن عیاض رحمه الله نقل شدگی است. و در اونجا فضیل بن عیاض میگه: ولا يمكن ان يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعه الا من النفاق. امکان نداره یک نفر صاحب سنت باشه، از اهل سنت باشه، که به اهل بدعت کس میلان بکنه، کمی به اونها کس خود نزدیک بکنه، الا من النفاق، مگر ای که از نفاقش می باشه. و ابن بطه رحمه الله در کتاب الابانة الکبری میفرماید، بعد از اینکه اثر از فضیل بن عیاض میاره، میگه: صدق الفضیل رحمت الله علیه فإنا نرى ذلك عیانا. میگه راست گفتگی از فضیل رحمه الله، ما چیزی که فضیل گفته بود عیناً میبینیم، یقینا میبینیم. ایره ابن بطه رحمه الله میگه: میبینیم کسایی که به اهل بدعت کس میلان میکنن، جز این نیست که آنها منافقین هستن. جز منافق کسی دیگری به اهل بدعت میلان نمیکنه. به امام اوزاعی رحمه الله گفته شد که مرد میگه که من با اهل سنت میشینم، با اهل بدعت میشینم. مثل که بعضی مردم امروز میگن که من گپ ازیرم گوش میکنم، گپ ازیرم گوش میکنم. امام اوزاعی رحمه الله گفت: هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل. این آدم کسی است که میخواد بین حق و باطل کس برابری قرار بده، میخواد حق و باطل کس یکسان فکر بکنه. بعضی ابن بطه رحمه الله میگه که صدق الاوزاعی، اوزاعی راست گفتگی است. اقول، میگم ان هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل. این آدم کسی است که حق از باطل نمیشناسه، ولا الكفر من الایمان، و فرق بین کفر ایمان نمیدانه. و فی مثل هذا نزل القرآن و وردت السنه عن المصطفى صلی الله علیه وسلم. میگه به مثل ایت آدم کس الله تعالی قرآن نازل کرده و سنت وارد شدگی است از رسول صلی الله علیه وسلم که الله تعالی فرموده در سوره البقره: و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم. وقتی که در نزد مؤمنین میان میگن که ما ایمان آوردیم، و اذا خلوا الى شیاطینهم
قالوا انا معکم، وقتی که به شیطان هایشان پیش شیطان هایشان میگن که انا معکم، ما با شما هستیم. این حال کسی می باشه که با بدعتی کس میخیزه و مینشینه. اما حال کسانی که از بدعتی ها دفاع میکنن، از اهل بدعت دفاع میکنن و اهل بدعت برادرای خود میدانن و موحدین مسلمان ها را که از بخاطر از اونا که از خوارج میگن، غلات میگن، قتل میکنن، حال از اونا چی باشه؟ یقینا که اونها خودشان در یک کفر گرفتار شدگی هستند. در کفر که اهل بدعت گرفتار شدگی است، آنها نیز گرفتار شدگی هستند. چرا؟ چون اهل بدعت که از اولیای خود گرفتن، دوستان خود گرفتن. و محمد بن نضر الحارثی میگه من اصغى بسمعه الى صاحب بدعه نزعت منه العصمه ووكل الى نفسه. کسی که گوش خود به اهل بدعت بسپاره، یعنی چیزی را از اهل بدعت بشنوه، خب گوش کنین، کسی که گوش خود به اهل بدعت بسپاره، چیزی را از اهل بدعت بشنوه، نزعت منه العصمه، اما عصمتی که از طرف الله سبحانه و تعالی می باشه که الله تعالی قلب‌های بنده‌های خود حفاظت میکنه از کفر و شرک، میگه از او کس همه عصمت، همه حفاظت برداشته میشه. و وکل الی نفسه، و بر نفس خودش کس موکول میشه، یعنی از طرف الله سبحانه و تعالی رها میشه. اعوذ بالله که الله سبحانه و تعالی ما را به حال خودمان بگذاره. این دعا را هر صبح و شام رسول صلی الله علیه و سلم میکردن که لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، یا الله ما را به اندازه یک چشم به هم زدن به حال خودمان نگذار. یقینا که اگر به اندازه یک چشم به هم زدن به حال خود ما واگذاشته بشیم، چه کارایی را که انجام نمیدیم، همون لحظه است که ایمان از سر ما برداشته میشه. یک لحظه الله تعالی ما را به حالت خودمان بگذاره، نه اسلام بر ما باقی میمونه، نه ایمان، هیچ چیزی بر ما باقی نمیمونه. واقعیت گپ است. و در اینجا محمد بن نضر الحارثی میگه که کسی که به اهل بدعت گوش خدا بسپاره، که از اهل بدعت چیزی را بشنوه، الله سبحانه و تعالی اما عصمت، اما حفاظتی که هست، اما حفاظت از بر میداره و این بر نفس خودش و میگذاره. دیگه هر چی انجام داد دیگه خودش میدانه و نفسش میدانه. و همین قول کس در ابانه الکبرى از سفیان الثوری رحمه الله ثابت است، و در کتاب البدع از ابن وضاح از کثیر ابن سعد ثابت است، از خیلی از ائمه سلفی اقوال ثابت است. و فضیل ابن عیاض رحمه الله میگه ادرکت خیار الناس كلهم اصحاب سنه، دریافتم بهترین مردم را که آنها از اهل سنت بودن چی میگفتن؟ ینهون عن اصحاب البدع، که آنها از اهل بدعت کس نهی میکردن. و صاحب سنت و ان قل عمله فانی ارجو له، میفرمایه که صاحب سنت، کسی که از اهل سنت باشه، اگرچه عملش اندک باشه، عملش کم باشه، فانی ارجو له، ما برش امید خیر دارم. سبحان الله، کسی که سنی باشه ولو که عملش کم باشه، میگه فانی ارجو له، ما برش امید دارم. چرا؟ چون توحید داره، چون توحید داره، سنت داره، پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم در سینه داره، پیروی از صحابه در سینه داره، انسان مطیع می باشه، اگرچه عملش کم باشه، اگرچه فاسق باشه، اگرچه به بعضی از منکرات، به بعضی از معصیت ها گرفتار باشه، لیکن چون توحید داره، چون سنت داره، پیروی اونها را محکم گرفتگی است، انسان که برای امید خیر میره. و صاحب بدعت لا يرفع الله له عملا و ان كثر، لیکن اهل بدعت کس چقدر که عملش زیاد شوه، لا يرفع الله له، بر الله تعالی بلند کرده نمیشه، یعنی الله تعالی عملش قبول نمیکنه. ما در درس قبل بیان کردیم که از کل ائمه سلف نقل از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که میگن من حدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائکه والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی بدعتی را میاره یا بدعتی را جای میته، بدعت میاره یا بدعتی را جای میته، لعنت الله، ملائکه و همه انسان ها بر او باشه که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت از او هیچ عملی را قبول نمیکنه، نه عمل فرضی را نه عمل نافله را، هیچ عمل قبول نمیشه. چنانچه در درس قبلی از حسن بصری رحمه الله خواندیم که میگه از بدعتی کس نه روزیش قبول میشه، نه زکاتش، نه حج، نه جهاد، نه عمره، هیچ نافله، هیچ فرض، هیچ عبادتی از او قبول نمیشه. در اینجا فضیل رحمه الله میگه که بدعتی چقدر عمل انجام بده، میگه لا يرفع الله له عملا، الله تعالی عملش بالا نمیبره، این عملش قبول کرده نمیشه. و این کثر، چقدر که زیاد باشه. و عبدالله ابن عمر السرخسی میگه اکلت عند صاحب بدعه اکله فبلغ ابن المبارك فقال لا اكلمك 30 يوما. عبدالله ابن عمر السرخسی که رفیق عبدالله ابن مبارک رحمه الله بود میگه اکلت عند صاحب بدعه اکله، میگه من در نزد یک بدعتی کس یک غذای را خوردم، فبلغ ابن المبارک، خبر به ابن مبارک رحمه الله رسید، فقال، گفت لا اكلمك 30 يوما، گفت 30 روز دیگه امرایت گپ نمیزنم، یک ماه امرایت گپ نمیزنم. و در کتاب البدع از ابن وضاح که هست، در اونجا از اسماعیل ابن سعید البصری نقل است، میگه از مرد نقل میکنه که گفت كنت امشي مع عمرو بن عبید فرآني ابن عون فاعرض عني شهرين، گفت ما با عمرو بن عبید میگشتم، عمرو بن عبید که امام قدریه بود، میگه به خبر به ابن عون رحمه الله تابعی رسید، میگه فاعرض عني شهرين، 2 ماه میگه روی خود از من میگشتن، سلام علیک
یک نمی گرفت. و این بر حال کسی می باشه که یک بدعتی را میشناسه. کسی که بدعتی را میشناسه با او از راه میره، همراه از او قرار میگیره در یک جای، با او یک جای راه میره، همراه از یک جای نان میخوره، میشینه، برای او کسی می باشه که بدعتی را میشناسه. لیکن کسی که یک بدعتی را نمیشناسه با او که از یک نشستی کرده یک جای نشسته، در یک مسیر راه رفته، حال از این تو می باشه که باید به او بیان کرده شود. چنانچه از امام احمد و دیگر از ائمه سلف نقل است که اونا میگفتن که کسی را که اگه نمیشناسه از اهل بدعت است، به او گفته میشه همین آدمی که تو همراهش میشینی و میخزی از اهل بدعت است. یک بار برش گفته میشه، اگر توجه نکرد دیگه از او دوری اختیار میشه. ابو داود سجستانی رحمه الله میگه قلت لاحمد بن حنبل ارى رجلا من اهل السنه مع رجل من اهل البدع اترك كلامه. گفتم یک نفر از اهل سنت با یک نفر از اهل بدعت میبینم، آیا دیگه با او سخن نگویم؟ با او سنی که با اهل بدعت رفته میفرمایه نه، او را در جا کسی را ترک نمیکنه، برش میفهمانه میگه کسی که تو با او رفتی بدعتی است. اگر سخن تو را گرفت که خب، اگر نگرفت الحقه به، او را کس با او ملحق بکو، یعنی کسی که با بدعتی راه رفته و سخن تو را نگرفت او را کس با اونها یک جا قرار بده. و امام احمد از ابن مسعود رضی الله عنه نقل میکنه که المرء بخدنه، یعنی انسان کس به دوست خود شناخته میشه، و امام احمد رحمه الله میگه حذروا عن حارث المحاسبی اشد التحذير، گفت دور باشین، مردم بترسانین، مردم بیم بدارین از حارث المحاسبی، بسیار بترسانین. یکی از اهل بدعت بود. مروذی گفت ان قوم یختلفون الی، گفت که بعضی مردم کس یعنی اختلاف دارن در موردش، نمیشناسن او را. امام احمد گفت نتقدم الیهم لعلهم لا يعرفون بدعته، گفت پیش میشیم براشون میفهمونن بدعت، شاید اونا بدعت از نمیفهمن. فان قبلوا والا هجروا، اگر قبول کردن سخن ما را خب، اگر نکردن هجر، از اونم که از دوری اختیار میشه، از کسی که با همون بدعتی که چه میگه میشینه و میخزه. و بربهار رحمه الله در کتاب شرح السنه میگه و اذا رأيت الرجل جالسا مع اهل الاهواء فاحذره وعرفه، اگر کسی را دیدی که با اهل اهوا، با اهل بدعت کسی میشینه، فاحذره، او را بترسان، او را بیم بده، و عرفه، بدعتی را برش معرفی بکن. فان جلس معه بعد ما علم فاتقه، اگر بعد از اینکه تو برش بیان کردی، برش فهماندی، و باز همراه از نشست کرد، اینجاست که از دور بگیر. فانه صاحب هوا، بفهم که خودش بدعتی شدگی است. و در کتاب البدع از ابن وضاح نقل است، میگه قال ایوب السختیانی رحمه الله گفت لقینی سعید بن جبیر فقال الم ارک مع طلق، میگه سعید بن جبیر رحمه الله مرا ملاقات کرد، برایم گفت که من تو را با طلق دیدم. طلق یکی از کسانی بود که خیلی عبادت میکرد، یک زمان سنی بود، بعد از او با فتنه ارجاء گرفتار شد، خیلی عبادت میکرد. عبادتش که از بعضی‌ها را به تعجب واداشته بود که خیلی تعجب میکردن به عبادت از او، لیکن مرجئه بود، لیکن در اخیر مرجئه شده بود. سعید بن جبیر رحمه الله به ایوب السختیانی میگه من تو را دیدم که با او کس میشینی، میگه ما گفتم فماله، گفتم چی شده او را، چرا باید ننشینم؟ گفت لا تجالسه، با او ننشین، فانه مرجئ، به خاطر که مرجئ است. ایوب رحمه الله میگه و ما شاورته فی ذلك، مشوره نکرده بودم با سعید بن جبیر، ولكن يحق للرجل المسلم اذا راى من اخيه شيئا يكره ان ينصحه، میگه این حق یک مرد مسلمان میباشه وقتی که برادر خود در چیزی دید که او ناپسند است، باید چی بکنه؟ باید او را نصیحت بکنه، او را باید از فعل باید باز بداره. و در اثر 167 اسماعیل طوسی میگه قال لی ابن المبارک، عبدالله بن مبارک رحمه الله برام گفت یکون مجلسک مع المساکین، مجلس تو با انسانهای مسکین، با فقرا، با مسکین ها باشه. و ایاک ان یکون مجلسک مع صاحب بدع، دور باش، بر حذر باش ای که مجلس تو با اهل بدعت باشه. فانی اخشى علیک مقت الله عز وجل، چرا در این وقت که من میترسم که عذاب الهی بر تو فرود بیاید. وقتی با بدعتی نشستی بیم از میره که عذاب الهی بر تو فرود بیاید. و فوزیل رحمه الله میگه ایاک ان تجلس مع صاحب بدعت، دور باش، بترس از اینکه مجلس تو، نشست تو با بدعتی باشه. فانی اخشى علیک مقت الله عز وجل، این امام سخن ابن مبارک رحمه الله رو میگه که من میترسم که عذاب الهی که بر تو فرود بیاید. سبحان الله، اقوال ائمه سلف ببینین چقدر در رد اهل بدعت، در عدم نشستن اهل بدعت کس چقدر تاکید میکردن. حتی میگفتن کسی را دیدی که با بدعتی مینشینه او را با ملحق بکن، چنانچه امام احمد میگه و چنانچه بربهار رحم الله میگه اگه دیدی که با اونها نشست کرد، به یک بار برش گفتی و بازم خود از اونها دور نگرفت، دیگه با اونها ملحق بکن، از اونها حساب بکن، ولو که خود سنی بداره، ولو که خود به اهل سنت نسبت بده، همین که با اونها نشسته برخاست داره، با اونها میشینه و میخزه، با اونها چی میکنه، همین کس بر بودن از اونها کفایت میکنه. چرا؟ انسان کس با دین دوستش شناخته میشه، دوستش چه کسی باشه او هم به دین از اون باشه. این واقعیت گپ است. چقدر که خود از اونها دور بداره حقیقت نمی است، به خاطری که الولاء والبراء که اصل دین است، دوستی و دشمنی اصل دین است. مؤمن کس باید مؤمنین دوست
دوست خود بگیره، مؤمن کس باید اهل سنت دوست خود بگیره، مسلمان ها رو دوست خود بگیره، باید اینها رو دوست داشته باشه، باید از کفار، از مشرکین، از اونها کس بیزار باشه، از اهل بدعت باید مسلمان کس بیزار باشه. و در اثر 169 منصور ابن معتمر میگه، اثر یک کمی طولانی است که مختصر میکنیم، هدفش چی است؟ میگه که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام فرستاد با شریعتی، میگه فکان الناس علی شریعت آدم حتی ظهرت الزندقه، میگه انسان ها به شریعت آدم علیه السلام بودن تا که زندقه آشکار شد. زندقه رو توضیح دادم در درس قبلی. زندقه یعنی نفاق، یعنی کسی که کفر خدا میپوشانه، اسلام خدا آشکار میکنه. فذهبت شریعت آدم، میگه به توسط زندقه کس این شریعت آدم علیه السلام رفت. ثم بعث الله نوحا بالشریعه، سپس الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام فرستاد با شریعتی. فکان الناس علی شریعت نوح، انسان ها بر شریعت نوح علیه السلام بودن. فما ذهبها الا زندقه، شریعت نوح علیه السلام نرفت مگر اینکه با زندقه. ثم بعث الله ابراهیم علیه السلام، سپس الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام فرستاد. فکان الناس علی شریعت ابراهیم علیه السلام حتی ظهرت الزندقه، تا که زندقه آشکار شد. انسان ها بر شریعت ابراهیم علیه السلام بودن تا که زندقه آشکار شد. فذهبت شریعت ابراهیم علیه السلام، با وسیله زندقه که شریعت ابراهیم علیه السلام رفت. ثم بعث الله عز وجل موسی علیه السلام، سپس الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام فرستاد. فکان الناس علی شریعت موسی حتی ظهرت الزندقه، انسان ها بر شریعت موسی علیه السلام بودن تا که زندقه آشکار شد. فذهبت شریعت موسی، شریعت موسی رفت با وسیله زندقه که رفت. ثم بعث الله عیسی علیه السلام، فکان الناس علی شریعت عیسی حتی ظهرت الزندقه. میفرماید سپس الله سبحانه و تعالی عیسی علیه السلام مبعوث کرد و انسان ها بر شریعت عیسی علیه السلام بودن تا که زندقه آشکار شد. فذهبت شریعت عیسی، شریعت عیسی علیه السلام با وسیله زندقه رفت. ثم بعث الله محمد صلی الله علیه و سلم بالشریعه، سپس الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم با شریعت کس مبعوث کرد. فلا يخاف على ذهاب هذا الدين الا بالزندقه، و رسول صلی الله علیه و سلم به رفتن دین، به از بین رفتن دین نمیترسیدن مگر به وسیله زندقه. اولین زندقه‌ای که در اسلام به وجود آمد بعد از خوارج قدریه بود. اولین طایفه زندیق طایفه خوارج بود، سپس طایفه قدریه بود، باز جهمیه و باز مرجئه آمدن. الله کل از اینا رو لعنت بکنه و الله سبحانه و تعالی ما و شما از اینا دور قرار بده. و در تاریخ الکبیر از امام بخاری که در اونجا از ابن مسعود رضی الله عنه نقل کرده میگه بعث الله نوحا فما اهلك امته الا الزنادقه، الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام مبعوث کرد، امتش هلاک نشد مگر به وسیله این زندیقها. زندیقها می کسایی که خود به نبی همون وقت، به پیامبر همون وقت که نسبت میدادن، مثل قدریه خود مسلمان میگرفتن، مرجئه همینطور، جهمیه همینطور، این زندیقها کلشان خودشان مسلمان میگرفتن. ثم نبی فنبی، میگه سپس نبی و بعدش نبی، هر نبی که آمد که از توسط این زندقها که از دین شریعتش بعد از سالها که از بین رفت. والله لا يهلك هذه الامه الا الزنادقه، میگه قسم به الله که امت هلاک نمیشن مگر به وسیله این زنادقه، به وسیله این زندیقها. و در کتاب الالکایی از ابن عباس رضی الله عنهما نقل است که میگه ان بنی اسرائیل كانوا على شریعت و منهاج ظاهرین على من ناوئهم حتى تنازعوا في القدر، بنی اسرائیل به شریعتشان بودن، در راهشان بودن و بر همه پیروز بودن، آشکار بودن، بر همه پیروز بودن، حتی تنازعوا في القدر، تا که در قدر، در مسئله قدر کس با هم خصومت کردن، بحث و جدال کردن. فلما تنازعوا اختلفوا، زمانی که نزاع اختلاف کردن و تباغض و بغض گرفتن با هم دیگر و تلاعن و هم دیگر لعنت کردن. و استحل بعضهم حرمات بعض، بعضیشان حرمت‌های بعضی دیگر، یعنی خون و مال و نوامیس هم دیگر کس حلال کردن. فسلط علیهم عدوهم فمزقهم كل ممزق، سپس الله تعالی دشمن آنها را بر اینا مسلط کرد و آنها را تیکه تیکه کرد. و در اثر 170 محمد ابن علی رضی الله عنهما میگه لا تطیعوا رؤساء الدنيا فینسخ الله الدین من قلوبکم، از بزرگای دنیا اطاعت نکنین که الله سبحانه و تعالی دین از قلب‌هایتان بیرون میکنه. قال الشعبی رحمه الله اذا اطاع الناس سلطانهم فی يبتدع لهم اخرج الله من قلوبهم الايمان واسكنها الرعب، اگر مردم از سلطانشان اطاعت بکنه، فيما يبتدع لهم، در چیزی که بدعت را که میاره، اگر سلطان بدعت را بیاره، سلطان یعنی خلیفه و امام و امیر کس، اگر بدعت را بیاره و مردم رعیت کس از بدعت از پیروی بکنن، اطاعت بکنن، میفرماید اخرج الله من قلوبهم الايمان، الله سبحانه و تعالی از قلبهای از اونها کس ایمان خارج میکنه، برمیداره. و اسکنها الرعب، و بجای از او کس رعب و ترس کس ساکن میسازه.
یعنی میترسن، ایمان از اونها برداشته میشه و سپس از امرای خود میترسن. و حسن بصری رحمه الله میگه سیاتی امرا یدعون الناس الى مخالفت السنه، میگه زود است که امرای میاین که مردم میخوانن که از سنت دور شوند، مردم دعوت میکنن به مخالفت سنت. فتطيعهم الرعیه خوفا على ذهاب دنیاهم، رعیتشان هم که به خاطر ترس از دست دادن دنیا که از اونها اطاعت میکنن. فعندها سلبهم الله الایمان، در اینجا است که الله سبحانه و تعالی ایمان از اونها سلب میکنه. و اورثهم الفقر، فقر بینشان زیاد میشه. و نزع منهم الصبر، و صبر از اونها برداشته میشه. ولم یاجرهم علیه، و برشان اجرم داده نمیشه. صبرم کردن نمیتونن، برشان اجرم داده نمیشه و ایمان از اونها برداشته میشه و فقیر هم میشه. و یونس ابن عبید رحمه الله میگه که یکی از ائمه سلف از تابعی است، اذا خالف السلطان السنه وقالت الرعیه قد امرنا بطاعته، اگر سلطان مخالفت سنت کرد و رعیت گفتن که قد امرنا بطاعته، گفتن ما مأمور شدیم که از اطاعت بکنیم در هر حالت، میگه در اینجا است که اسکن الله قلوبهم الشک، که الله سبحانه و تعالی در قلبهایشان شک که ساکن میسازه. و در اثر 174 حدیث را آوردگی است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل، مرد کس بر دین دوست خود میباشه، انسان بر دین دوست خود است، پس ببینین چه کس دوست خود میگیرین، پس ببینین که دوست شما چه کسی میباشه. حدیث امام احمد و ابو داود و ترمذی روایت کردن و حاکم که صحیح دانستگی است. و ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید اعتبروا الناس باخدانهم، شما انسان ها را با دوستانشان بشناسین. فان المرء لا يخادن الا ما يعجبه، به خاطر که انسان کسی را دوست خود نمیگیره مگر اینکه انسان مورد پسندش باشه او را دوست داشته باشه. انسان کسی را دوست خود میگیره که او را دوست داشته باشه. و سلیمان ابن داود علیه السلام نقل است که او را تابعین نقل میکنن لا تحکموا علی احد بشیء حتی تنظروا من یخادن، که او علیه السلام گفتگی است که بر کسی حکم نکنین تا ببینین که چی کسی دوست خود میگیره، ببینین دوست از چی کسی است، دوستش ببینین دوستش چی کسی میباشه. و در اثر 176 میفرماید که و اوحى الله عز وجل الى موسی، و الله سبحانه و تعالی بر موسی علیه السلام وحی کرد، چی گفت؟ یا موسی، ای موسی، کن یقظانا، بیدار باش، وارتد لنفسک اخوانا، و بر خود برادران را انتخاب بکن، کسانی که بر تو نزدیک هستند از حساب ایمان و اسلام. و ابن مبارک رحمه الله میفرماید من خفیت علینا بدعته لم تخف علینا الفته، کسی را که بدعتش از ما بپوشانه، بدعت خود آشکار نکنه. در زمان سلف همین قسم بود، در زمان سلف نمیتونستن ابتدای سلف نمیتونستن بدعت خود آسانی آشکار بکنن، چنانچه از حذیفه از باقی صحابه نقل است که میگن زمان ما طوری است که مردم نفاق خود آشکار کردن نمیتونن، میترسن، یعنی نفاق کم است، نفاق غریب است، بسیار کم است. میگه زمان میرسه که اسلام هم تو غریب میشه، اسلام غریب میشه، مردم که از نفاق خود آشکار میکنن، به کفر خود آشکار میکنن، لیکن مسلمان وقت نمیتونه سنت خدا، اسلام خود آشکار بکنه. در زمان سلف به همین قسم بود، اهل بدعت میترسیدن که بدعت خود آشکار بکنن. ابن مبارک رحمه الله میگه کسی که بدعت خود پنهان بکنه از ما لم تخف علینا الفته، از ما کس دوست خدا، کسی که با او الفت داره، با او نزدیک است، او را از ما پنهان کردن نمیتونه. بله اگر عقیده خدا پنهان کرد لیکن دوست خدا پنهان کردن نمیتونه. و در کتاب بنات الکبر از محمد ابن عبید الله الغلابی نقل است میگه کان یقال یتکاتم اهل الاهواء كل شيء الا التألف والصحبه، گفت اهل اهوا، اهل بدعت هر چیز میتونن پنهان بکنن، هر چیز که توان میتونن بکنن، الا التألف والصحبه، مگر تألف و صحبه، یعنی دوست خدا، هم صحبت خدا، رفیق خدا نمیتونن پنهان بکنن، حتما آشکار میکنن، حتما از اون آشکار میشن. و اوزاعی رحمه الله میگه یعرف الرجل فی ثلاثه مواطن، مرد که در سه جایگاه، در سه جای که شناخته میشه، به الفته، با الفت شناخته میشه که چه کسی با چه کسی هست، چه کسی را دوست داره. و یعرف فی مجلسه، و شناخته میشه که در کدام مجلس می نشینه. و یعرف فی منطقه، و در سخن گفتن شناخته میشه. انسان در سه جای شناخته میشه، با چه کسی هست، در کدام مجلس می نشینه و چه سخن میزنه. و ابو حاتم رحمه الله میگه و قدم موسی ابن عقبه السوری ببغداد فذكر لاحمد بن حنبل فقال انظروا على من ينزل و الى من يأوي. ابو حاتم رحمه الله میگه زمانی که موسی ابن عقبه السوری در بغداد آمد، به امام احمد گفتن که آمدگی است، گفت که انظروا على من ينزل، ببینین که در نزد چه کسی میآید، و الى من يأوي، و
و چه کسی را جای میته، در نزد چه کسی میه و در چه کسی را جای میته. اگر اهل بدعت را جای داد بدانید که از جمله آنهاست، اگر قدری را جای داد بدانید که از جمله قدریه است، اگر مرجئی جای داد بدانید که مرجئه است، اگر جهمی جای داد بدانید که از جمله جهمیه میباشه، اگر سنی جای داد بدانید که از اهل سنت است. و در کتاب بنات الكبرى از یحیی القطن روایت است میگه لما قدم سفیان الثوری البصره جعل ينظر الى الربيع بن صبيح وقدره عند الناس. زمانی که سفیان الثوری رحمه الله امام اهل سنه و امام الحديث و امام السنه امام الائمه، زمانی که میگه در بصره آمد دید که مردم ربیع ابن صبیح او را ارزش میتن، قدر میتن و در نزد مردم زیاد قدر داره. پرسید ای شیء هو، گفت که مذهب از چی میباشه؟ قالوا ما مذهبه الا السنه، گفت مذهبش نیست مگر سنت، سنت مذهبش میباشه. گفت من بطانته، گفت دوستایش چه کسایی میباشن؟ ببینن گفت دوستایش چه کسایی میباشن؟ گفتن اهل القدر، گفتن دوستایش قدریا میباشن. سفیان ثوری رحمه الله گفت هو قدری، پس وقتی که دوستایش قدری باشن خودش هم قدری است. و در اینجاست که ابن بطال رحمه الله میگه رحمت الله علی سفیان الثوری، رحمت الله بر سفیان الثوری باشه. لقد نطق بالحکمه، همانا با حکمت سخن گفت. فصدق، میگه راست گفت. و قال بعلم فوافق الكتاب والسنه، به علم سخن گفت که موافق با کتاب و سنت می باشه. میگه با علم سخن گفتگی است که و ما توجبه الحکمه و یدرکه العیان، حکمت امیر تقاضا میکنه و او چیزی که ما عینا میبینیم می است. میگه و یعرفه اهل البصیره والبیان، میگه سخن سفیان رحمه الله را اهل بصیرت بیان میدانند. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن گفتگی است یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا یألونکم خبالا، ای کسانی که ایمان آوردید از غیر خودتان یعنی کفار دوست و محرم اسرار خود نگیرین، آنها از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمیکنن، از هیچ ظلمی در حق شما دریغ نمیکنن، از هیچ جنایت در حق شما دریغ نمیکنن. در آیت دیگه الله تعالی میگه فلا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، با مؤمن کس هیچ رابطه خویشاوندی خود مراد نمیکنن، فقط تسلط پیدا بکنن. همین که تسلط پیدا کردن دیگه هیچ مراد شما را نمیکنن. یرضونکم بافواههم و تأبى قلوبهم، با زبانهایشان شما را میخوان راضی بسازن، با زبانهای چرب و نرمشان میخوان شما راضی بکنن، لیکن و تأبى قلوبهم، قلبشان کسی گواهی نمیده، قلبشان دیگه چیز است. و اکثرهم فاسقون، اکثر اینا کس فاسق میباشن. در این آیه الله تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا بطانه من دونکم، شما غیر از خودتان کسای دیگر محرم و اسرارتان دوستای خود نگیرین. لا یألونکم خبالا، آنها کس با آنها اعتبار نکنین، آنها فقط دنبال فرصت میباشن، دنبال فرصت هستن. ودوا ما عنتم، آنها دوست دارن که شما در رنج و زحمت باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، الله تعالی میگه که به تحقیق دشمنی که از دهنهایشان آشکار شدگی است، از کلماتشان، از سخنایی که میگن دشمنی از اونها آشکار است. و ما تخفی صدورهم اکبر، و او چیزی که در قلبهایشان پنهان میباشه و پنهان کردگی هستن بزرگتر از او چیزی میباشه که در دهنهایشان آشکار میکنن. الله اکبر. رب ماست، الله سبحانه و تعالی ما و شما را بیم میته، الله سبحانه و تعالی ما و شما را نهی میکنه ای که در مجلس اهل بدعت بنشینیم، ای که با اهل بدعت باشیم، اهل بدعت دوستای خود بگیریم. الله تعالی ما را نهی کردگی است. امام زاهر رحمه الله میگه در کتاب الثقات اذا رأیته یمشی مع صاحبه، اگر دیدی که با اهل بدعت که راه میره، و حلف لك، بر تو قسم خورد، انه على غیر دأبه، گفت که ما به دین از نیستم، میگه فلا تصدقه، هیچ برش اعتماد نکن. سبحان الله سبحان الله. کسایی بودن گفتن که ما با شما هستیم، درسای ما را عقیده خودمون بیان کردیم، گفتن کل چیز ما قبول کردیم. بعد از چند روز دیدیم که رفتن به اهل بدعت نشستن، رفتن در مجلس اهل بدعت، در مدرسه اهل بدعت داخل شدن. ما به عقیده از اینا نیستیم، فقط میخوایم که یک کمی درس بیاموزیم، میخوایم که چند وقت با اینا باشیم. امام زاهر رحمه الله میگه فلا تصدقه، میگه با سخنش اعتماد نکن، هرگز با سخنش اعتماد نکن، به خاطر که مسلمان کس هرگز با اهل بدعت نمینشینه، به خاطر مصلحت های دنیوی خود، مصلحت های مادی خود، هرگز مسلمان کس با اهل بدعت نمینشینه، با اهل بدعت که دوست خود نمیگیره، برادر خود نمیگیره. ببینید برادرها، آثار ما شما خواندیم که آثاری بود از ائمه سلف، آثاری بود که ائمه سلف نهی میکردن که در مجلس اهل بدعت نشسته شود، نهی میکردن که با اهل بدعت در یک جا راه رفته شود، نهی میکردن که به طرف اهل بدعت خنده صورت بگیره، با اهل بدعت سخن خوب گفته شود. ما در درس قبلی از امام آجری رحمه الله نقل کردیم که میگفت که اهل بدعت کس اونها باید ذلیل شوند، ارزش داده نشوند، طور ذلت با اونها برخورد کرده شود، سلامشان علیه گرفته نشود، در جنازهشون اشتراک کرده نمیشه، پشتشان نماز خوانده نمیشه، اگر به ولیمه دعوت میکنن دعوتشان اجابت نمیشه. خلاصه هیچ اخلاق مسلمانی کس با او صورت نمیگیره،
این حال ائمه سلف بود برادر، کسانی که دین بر ما و شما نقل کردن، کسانی که این احکام، این فرایض، که از شرایعی که بر ما و شما به آثار و به سند از صحابه نقل کردن، اونها که به این شکل ما و شما را بیم میدادن که از اهل بدعت دور باشیم. پس اگر میخواین که دینتان حفظ بکنین، اسلامتان در حفظ و امان قرار بگیره، میخواین که الله را راضی بکنین، سعی بکنین که از اهل بدعت خود دور قرار بدین، خود به آنها نزدیک نسازین. چقدر که از اونها دور باشین، اما قدر که ایمانتان در حفظ می باشه، و چقدر که خود به آنها نزدیک کردن، اما قدر ایمانتان در خطر می باشه. چنانچه آثار را خواندیم که گفتن من اصغى بسمعه الى صاحب بدعت نزعت منه العصمه ووكل الى نفسه. کسی گوش خود به اهل بدعت بسپاره، بگه که من درس اهل بدعت گوش میکنم، خیر است، یعنی درسای بعض درسای خوب دارن، اینو دارن، گپای خوبشان نمیگیرم، گپای بدشان نمیگیرم. نه، اگر کسی گوش خود به اهل بدعت سپرد، میگه نزعت منه العصمه، اما عصمت، اما حفاظتی که از طرف الله تعالی برش بود، اما کس برداشته میشه، ووكل الى نفسه، بر نفس خودش گذاشته میشه. همین قدر اکتفا میکنیم ان شاء الله تا اثر 176 خواندیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.